آقا با این طرح جدید ظاهرا باید با سرقفلی دیگه خداحافظی کنیم. تمام. قصه چیه؟ خیلی تو دایرکت میان میپرسن که آقای فولادی قانون سرقفلی برداشته شد، واقعیت داره؟ پاسخش اینه که یه طرحی از طرف نمایندگان مجلس مطرح شده که قرار هستش که اگر انشالله تصویب بشه دو تا اتفاق مهم میفته. یکیش اینه که مالکا میتونن سرقفلی و حق کسب بیشتر از مستاجر بخرن و برعکس مستاجران میتونن ملکیت رو از مالک بخرن. و بعدش اینه که اگرم بینشون اختلاف بیفته کلش میره مزایده، هر کسی و حتی اشخاص ثالث برنده شدن مالک ملک و سرقفلی با هم میشن. این یک. دو، از زمانی که این قانون تصویب بشه مغازه ها، مکان ها، فروشگاه ها، جاهایی که تجاری ان جدید و تأسیسن، هر وقت میخواد خرید و فروشی انجام بشه فقط و فقط ملکیت مورد معامله قرار میگیره، چیزی به نام سرقفلی نداره. و سوال بعد و مطلب بعدی اینه که کسانی که قبل از تصویب این قانون سرقفلی مورد معامله قرار دادن همچنان تو معاملاتشون سرقفلی خرید و فروش میشه تا بازه زمانی 10 ساله که یا مالک یا مستاجر با هم توافق بکنن یکیشون ملکیت یا سرقفلی رو بخره، و یا اگر توافق نکنن مثل دستور فروش تو ملکای مشاع میره مزایده و هر کسی برنده شد میشه مالک اون. دیگه انشالله بعد از 10 سال کلا سرقفلی و حق کسب میشه از نظام حقوقی جمع میشه. سوالی دارین پایین بپرس.